همه شما شاهد بودید که در خرداد گذشته کشور من مورد تهاجمی وحشیانه و خلاف اصول مسلم حقوق بین الملل قرار گرفت. حملات هوایی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا به شهرها، خانه‌ها و زیرساخت‌های ایران، آن هم درست در زمانی که در مسیر مذاکرات دیپلماتیک گام برمی‌داشتیم، خیانتی بزرگ به دیپلماسی و تضعیف کننده تلاش برای استقرار ثبات و صلح بود. این تجاوز گستاخانه علاوه بر شهادت رساندن تعدادی از فرماندهان، شهروندان، کودکان، زنان، دانشمندان و نخبگان علمی کشور، ضربه‌ای سنگین به اعتماد بین المللی و چشمانداز صلح در منطقه وارد کرد. یک بار دیگر در این مجمع اعلام می‌کنم که ایران هرگز به دنبال ساخت هسته‌ای، سلاح هسته‌ای نبوده و نخواهد بود. ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم و این یک باور اعتقادی و فتوای رهبری است. در نتیجه به هیچ وجه به دنبال اون سلاح‌های کشتار جمعی نبودیم و نخواهیم بود.